و از عملیات سختی بر ضد مهاجران کاری در روسیه درک می‌دهد. مؤلف آغاز رید را روز دوشنبه گفته، اما سنه دقیقی را به زبان نآورده است. مقامات روسیه رسما چیزی نمیگویند. سفارت تاجیکستان در مسکو نیز به مهاجران یادداشتی نگذاشته است. حقوقدان و حامی حقوق مهاجران تاجیک شهرت قدرتوف میگوید بر اساس قرار وزارت کارهای داخلی روسیه که اون نسخه‌اش را دید، تفتیش مهاجران روز دوشنبه 14 آگوست شروع شده است و تا 27 آگوست دوام خواهد کرد. در حقیقت هست و من خودم با این قرار شناس شده. رید فقط نه در کوچه ها میگذارد، در این فرمان وزیر کار داخلی گفته است که اقلا خانه های جای زیست مهاجران رو معین کنه تو و در همین خانه های هم رید گذارید تو زندگی میکنه. چند از زندگی میکنه افتاد چنین قرار در حقیقت هست. باز یک بار میگم از روز دوشنبه نه، از روز 14 مواقع عمل کرده است تا 27 آگوست. و افزود در این شب و روز مراجعت تلفنی و کمک خواهی مهاجران کاری تاجیک در روسیه نیز به مراتب بیشتر شده است. از 15 آگوست سال کرده 4 مرتبه زنگ‌های تلفن زیاد شده از طرف مهاجران. در حقیقت بسیار زنگ میزنن و میگن که اونها رو به شعبه پلیس آوردن، اما همه حجتاشون که رجیستراسیون پاتنت همش که جابجا شده است، اما اونها به شعبه میلیس آوردن. بسیاری از این مهاجران رو در وقت تفتیش کردن معین میگردد که رجیستراسیون اونها گویم که در بعض در کامپیوتری وزارت کارهای داخلی نیست. برای همین اونها رو همچون شهروندان خارجی که در حدود فدراسیون هستند به رجیستراسیون زندگی دارند و جوابگری ماموری میکشند. رسانه‌های روسیه نیز روزهای اخیر یکی پی دیگری درباره بازداشت ده‌ها مهاجر از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان خبر دادند. چندی از آنها نوشتند که عملیات مهاجر غیرقانونی جریان دارد. به نگاشته وچرنی مگنیتاگورسک از روز 27 آگوست در قلمرو این شهر ماموران میلیسا فعال شدند. سامانه هدف معرکه ضد مهاجران را مبارزه با مهاجرت غیرقانونی نامیده است. از آن پیش خبرگزاری دولتی تاس روز 16 آگوست گزارش داد پلیس در یک رید 2 روزه در جنوب سنت پترزبورگ حدود 400 شهروند خارجی را معلوم کرد. 55 نفر آنها به نقض قانون مهاجرت متهم شدند. منابع رادیو آزادی همان روز خبر دادند که مقامات روسیه در انبار سبزوات صافی سنت پترزبورگ به ده‌ها زاده تاجیکستان برای رفتن به ارتش دعوتنامه سپردند. یکی از مهاجران تاجیک در شهر مسکو میگوید عملیات مقامات روسیه بر ضد مهاجران بیشتر از 2 ماه باز آشکار و نهان جریان دارد و روزهای اخیر سخت‌تر شده است. میگوید روز پیش بیگاه 19 آگوست ماموران انتظامی از یک خوابگاه مهاجران در پایتخت روسیه 10 نفر را دستگیر کردند. نوار آن لحظه را به رادیو آزادی نیز فرستادند. مقامات تاجیکستان گفتند برای آموختن وضع مهاجران گروه‌های بازرسی را به مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و اوفا می‌فرستند. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان به سبب نبودن جای کار و معاش کافی در کشور برای کار و زندگی به روسیه رفتند. آنها در ساختمان و بازار و بخش خدمات کمونالی کار کرده زندگی نزدیکانش را در تاجیکستان می‌چرخانند. مقامات روسیه پیوسته آنها را به نقض قاعده‌های مهاجرت متهم و بازداشت و اخراج می‌کنند، ولی مهاجران می‌گویند همواره زیر فشار و اذیت هستند.